آخرین وضعیت بیت کوین رو با هم می‌خوایم چک کنیم. من سیستم تحلیلیم در نهایت به این نتیجه رسید که اولویتم شرح حال امروز بازار باشه و تایم فریمی که فکر میکنم واقعا نبض بازار رو نشون میده در اکثر مواقع تایم 4 ساعته است. به همین خاطر بیشتر تحلیلام پایه و اساسش رو تایم 4 ساعت است. وضعیت تایم 4 ساعته بیت کوین به نظر من رنج زیادی کشیده تا به اینجا رسونده خودش رو، با این همه فشار فروش سنگین، با این همه واقعا اخبار منفی، تحلیل‌های منفی که مدام صحبت از اعداد پایین هست. همین هم که همه ما رو سردرگم میکنه. بریم یه نگاه هم با هم روی چارت بندازیم که حداقل یه کمکایی بهمون میکنه یکم ریسکمون رو فعلا بتونیم با این موقعیت تنظیم کنیم. خب نکته اولی که داره اینه که این کندل خیلی قدرتمند اومده بیرون بسته و شکاف بین دوتا کندل قبلی رو پر کرده. از اون ور خود ابر ایچیمیکو هم که تو تایم 4 ساعته می‌بینیم با واگرایی مثبت گارد مناسبی داره. این البته ما مقاومت‌های خیلی سنگینی محدوده 66 تا 68 داریم، اما می‌دونید در اصل مقاومت‌ها برای شکستن و حمایت‌ها برای از دست رفتن هستن در اکثر مواقع. اینجا خیلی سر و حال می‌بینیم موقعیت 4 ساعته رو تا زمانی که الگوی منفی، واگرایی منفی یا همچین چیزایی تشکیل نده. حتی این احتمال کمه که کندل ها بخوان به ابر ایچیمیکو نزدیک بشن که محدوده $64,000 رو میگه و این احتمال که یه جورایی خیلی خیلی کمه که بخوایم سقوطی داشته باشیم که کاملا بی ربط و بی دلیل اینجا. پس به صورت کلی من خودم اینجا خوشبین هستم و تا زمانی که حداقل کندل ها ابر ایچیمیکو رو تو تایم 4 ساعته از دست ندن میشه خوشبین به صعود بود و یا حالا شاید هم نوسانی باشیم فعلا.